در تالار مجلسگاه جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی کلو با مقصد شرح و توضیح پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان و اخری گروه کاری از حساب مسئولین اجنسی اویت گراجنانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت و سابقه‌داران فرودگاه برگزار گردید. نخست دیرکتور فرودگاه سخنرانی نموده تاکید داشت که طی چند سال اخیر آموزش پیام همچون حجت مهم در فرهنگ دولتداری ما به حکم عنعنه درآمده. تحلیل آن نشان می‌دهد که آن سراسر موضوع تامین رشد ثمرناک نیروی انسانی، زمینه‌گذاری بهر تحکیم منبع‌های خدمت‌رسانی اجتماعی، بالا بردن موقع و نفوذ علم و معرفت همچون چینه‌های اساسی رشد نیروی انسانی، حفظ سلامتی انسان به صفت بایگری دولت، تامین شرایط ارزنده زندگی با مقصد تکامل شخصیت را در بر میگیرد. دیگر معروضاتیان در سخنرانی خود ابراز داشتند که در سال 2024 حجم معاش و نفقه و استیپندیاها در جمهوری از 30 تا 40% بالا برداشته می شود و این عامل از ما کارمندان تقاضا می نماید که مسئله های دورنمای بخش‌های خصوصی، واردات و صادرات، تامین و تاسیس جایهای نوی کاری، تحکیم و استواری بودجه دولتی، مسئله های زیاد مالیوی، حالت و اوضاع سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه صاحبکاری، پس کردن سطح کمبیزاتی، تطبیق لایحه‌ها و برنامه‌های گوناگون اقتصادی، نظام نتیجه بخش اصلاحات اقتصادی، رشد ساحه انرژتیکی کشور و امثال این در همبستگی و رابطه با همدیگر مورد ذکر قرار داشتند که بازکننده سیاست سازندگی و بنیادکاری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشند. خیرینسا مرادزاده، ظفر نظرزاده، شهر کلاب، اخبار.